صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای داور عادل و ای متعال خدا، ای که مددکار جان و روح مایی و فرزندانت را محبت می نمایی. ای یکتا خدا که مقدسی و مهربان، رحیمی و عادل، نام تو را می ستاییم و برای تو از صمیم قلب سرود حمد و ثنا سراییده و ستایشت می کنیم. زیرا تو ما را به حال خود رها نکرده و با اینکه ما از تو دور شده و راه خود را طی کرده ایم، اما تو به سوی ما آمدی و با پیام و اعمالت با ما سخن گفتی و از ما دعوت نمودی که به سویت بازگشت نموده و در ملکوت سماویت شریک باشیم. تو را شکر می‌کنیم که این دعوت آسمانی و مقدس را توسط عیسی مسیح به ما عطا کردی. پس بگذار ای خدا که با دل خود به سوی تو بیاییم و وجودمون رو نسبت به کلام و دعوت تو سخت نکنیم. در عوض یاریمون بده تا در پناه فیض و عنایات تو وقتی کلام مقدست را می‌خوانیم از هر نوع تعصب جهالت به دور و با آرامش و فکر باز توجه خود را به گفتار مقدست بگردانیم تا چیزهای عجیبی را از تو یاد بگیریم. این دعا را به نام کلمه تو و مکاشفه ازلی و ابدیت، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه‌ای از صدای انجیل. فرزندان نور و حامیان راستی و انصاف، امیدوارم که رحمت و فیض خدا یکتا که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردیده وجود شما را فرا گرفته و روزهای خود را در برکات و آسایش و اطمینان الهی به سر بیاورید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عنایت کرده تا با هم درباره کلام مقدس او و زندگی مولا و نجات دهنده خود عیسی مسیح با شما صحبت کنیم و آیات را خدمتتون بخونم، نامش را می ستایم و امیدوارم که نیم ساعت آینده باعث بنای ایمان و تقویت رابطه معنوی همه ما با خداوند و منجی عزیز خود عیسی مسیح باشه. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 12 بگشایید تا از آیه 49 دنباله تعلیمات عیسی مسیح رو مطالعه کنیم. انجیل لوقا فصل 12 از آیه 49. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما یاران عزیزی که در چند روز اخیر برای ما نامه ارسال داشتید و آنچه که در دلتون بود برامون نوشتید صمیمانه تشکر می کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض می کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز می باشند و همانطور که گفتیم ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. حالا توجه شما را به برنامه این ساعت جلب می کنم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. فصل 12
شامل تعلیمات بسیار مهم و حیاتی است که عیسی مسیح به جماعت و علل خصوص به پیروان و شاگردانش عطا می کند. او ابتدا درباره دورویی و پرهیز از تظاهر و ریاکاری و ایستادگی در ایمان و وفادار بودن به حقیقت سخن می راند و سپس امر می کند که ما انسانها نباید جز از خدا ترس دیگری در خودمون داشته باشیم. نه از انسانها، نه از دشمنان، نه از آینده، نه از شیطان و نه از مقامداران، بلکه فقط و فقط باید و از خداوند تعالی ترسید. او خودش گفت که از آنان که فقط قادرن جسم شما را نابود کنن نترسید، بلکه از خدا بترسید که قادر به نابودی جسم و روح است. سپس در مورد توجه کردن به ملکوت خدا و اینکه مهمترین هدف ما در زندگی باید این باشه که طالب اراده خدا باشیم، دنبال ملکوت خدا باشیم، خواست خدا را به جا بیاوریم، تسلیم اراده او باشیم، اوامری را امر می‌فرماید که چگونه این کار را بکنیم و ثابت نمود که اگر ما در زندگیمون اول ملکوت خدا را طلب باشیم، اول همه طالب خواست خدا باشیم، آن وقت خدا یکتا همه نیازهای زندگی ما را چه روحانی و چه جسمانی برطرف می کند. از آیه 41 شاگردان و مؤمنین را متوجه این مطلب می کند که صبر خداوند به هر حال روزی به پایان خواهد رسید و او که مسیح موعود است دوباره به این جهان خواهد آمد. مطابق کلام خداوند داوری را به دست عیسی مسیح سپرده و او برای بار دوم به این جهان خواهد آمد، اما این بار نه برای دعوت کردن مردم بلکه برای داوری نمودن مردم. و فرمود که هیچ کس نمی‌داند که چه لحظه‌ای چه ایامی دوباره به این عالم خواهد آمد. خودش میگه که هیچ کس از ساعت و روز و سالی که من میایم اطلاع ندارد، ولی میگوید شما باید همیشه هوشیار و بیدار و آماده باشیم، در انتظار بازگشت ثانوی مسیح باشیم. به عبارت دیگر مسیح میگوید در ایمان خودتون استوار و در وظیفه خود امین و وفادار باشید. از آیه 49 عیسی مسیح ابتدا درباره نفاقی که بر اثر رسانیدن و پذیرفتن مژده الهی یعنی انجیل در میان مردم و خانواده پیش می آید سخن می راند و سپس درباره علامات زمان آخر و یا علائم روزهای آخر، اتفاقاتی که قبل از ظهورش به وقوع می پیوندد، نشانه هایی به ما عطا می کند تا بدانیم که وقت آمدن او بسیار نزدیک است، بلکه بر در است. توجه شما را به آیات جلب می کنم. عیسی مسیح می گوید من آمدم تا آتشی در زمین افروزم. پس چه می خواهم اگر الان در گرفته است؟ من آمدم تا آتشی در زمین افروزم. پس چه می خواهم اگر الان در گرفته است؟ اما مرا تعمیدی است که باید بیابم و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید. آیا گمان می‌برید که من آمدم تا سلامتی بر زمین بگذارم؟ نه، بلکه به شما میگویم تفریق را. زیرا بعد از این 5 نفر که در یک خانه باشند 2 از 3 و 3 از 2 جدا خواهد شد. پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس از خارسو مفارقت خواهند نمود. ای عزیزان، این 5 آیه‌ای که در اینجا عیسی مسیح می‌فرماید شاید یکی از قسمت‌هایی از کلام اوست که غالباً مورد سوء تفاهم، مخصوصاً سوء تفاهم برای غیر مسیحیان شده. زیرا آنان می‌فرمایند این قسمت از تعلیمات مسیح، این آیات برخلاف تعلیم انجیل میباشه، چون در اینجا عیسی مسیح خودش میگوید که او برای جنگ و ستیز آمده، آن هم به اسم خدا. و سپس میگویند این قسمت با جملاتی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا مخصوصا فصل 14 الی 16 درباره صلح و سلامتی و آرامش میگوید متضاد است. بنابراین میگن که چون این جملات متضاده، بنابراین انجیل هم دست خورده. دوستان عزیز، نبایست اینطور در مورد کلام خدا قضاوت کرد، بلکه بایستی از خدا بخواهیم که معنی این آیات را برای ما توضیح بده، زیرا خداوند هیچ وقت ضد خودش حرف نمیزنه. البته ظاهر امر اینطور نشون میده که این آیات مخالف تعلیمات و زندگی مسیح. چرا؟ چون مسیح به هر حال مظهر محبته. پس چطور ممکنه اون بیاد و نفاق به وجود بیاره؟ ولی دوستان عزیز، اگر با تعمق و تأمل آیات را بخونیم و مقصود آیات را، مقصود مسیح را درک کنیم، ببینیم،
آن وقت این سوء تفاهم برطرف میشه و خواهید دانست که بله، عیسی مسیح خداوند محبت است و مظهر صلح و سلامتی است و برای همین هم به این جهان آمد. عیسی مسیح کسی است که آمد تا اتحاد و یگانگی بشر با خدا را به وجود بیاورد و مسلماً اگر ما با خدا متحد و همراه هستیم، با بندگانش که در طریق او هستند نیز متحد می باشیم. بنابراین بهتر قبل از اینکه قضاوت کنیم به آیات توجه خاصی مبذول بداریم و معنی آن را بفهمیم. حالا عیسی مسیح می‌فرماید من آمدم تا آتشی بر زمین برافروزم. مقصود او از آتش چیه؟ آیا آتش جنگ و ستیزه؟ حضرت یحیی در ابتدا پیشگویی نمود که عیسی مردم را به آتش تعمید خواهد داد. در فصل 3 انجیل لوقا و متی و همچنین فصل اول انجیل یوحنا این پیشگویی ذکر گردیده. حالا باید بپرسیم که مقصود آتش چیه در اینجا؟ کار آتش چیه؟ دوستان، آتش کاه را می‌سوزاند. آتش طلا را خالص می‌کند و انسان را گرم و روشن و منور می‌نماید. آتشی که عیسی می‌افروزد قلوب مردم را پاک و طاهر می‌سازد و آنها را با گرمی محبت و نور خدا پر می‌کند. و هر جا دوستان این آتش مسیح روشن شود، خرافات و عادات کهنه را می‌سوزاند و انقلاب روحانی را ایجاد می‌کند. همین آتش در روز پنتیکاست، در وقتی که روح القدس بر شاگردان مسیح نازل شد و زبانه‌های آتش بر سر هر یک قرار گرفت، دنیا را تغییر داد. در زمین افروخته شد این آتش و به زودی دشمنان مسیح به واسطه این آتش بی نهایت غضبناک شده و در نتیجه پیروان مسیح را مبهوت ساخته، عذاب دادن، شکنجه دادن و حتی شهیدشون کردن. چرا؟ چون آتش مسیح نازل شد. چون مسیح آمد تا قدوسیتی مافوق معیار بشری، یعنی قدوسیتی الهی را به بشر عطا کند و هر کسی که آن را پذیرفت با دشمنی شریران، با دشمنی متعصبان روبرو شد و به خاطر همین بود که جان خود را فدا می کردن و شهید می شدن. واقعیت این است که هر جایی که قدوسیت و اراده خدا داخل این دنیا شود، نتیجه است جز همین، چیز دیگری نیست. حضرت یوحنا می‌فرماید که وقتی عیسی مسیح به این جهان آمد، مردم او را رد کردند. چرا؟ چون ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. و حالا عیسی مسیح میگوید من آمدم تا آتشی که قدوسیت و پاکی میآورد را در قلب‌های شما و در این دنیا شعله‌ور سازم. و مسلماً بر اثر ظهور این آتش روحانی، نبرد روحانی نیز آغاز میشه. مقصود مسیح از این که میگوید پس چه میخوام اگر این آتش الان در گرفته یا شروع شده، اینه که او آرزو داشت که این آتش روحانی، روح قدس، هر چه زودتر در تمام عالم پراکنده و منتشر بشه تا انقلاب روحانی زودتر به اتمام برسه و صلح و سلامتی الهی بر قلب‌های مردم حکومت کنه. زیرا تا در قلب‌های بشر دوستان قدوسیتی که مطابق معیار الهی است وجود نداشته باشه، ممکن نیست دنیا رنگ صلح و آرامش را ببیند. واقعیت اینه که سازمان ملل هرگز قادر به برقراری صلح واقعی نمی باشه. سرچشمه صلح و آرامش واقعی در قلب بشر است و نه در سیاست و یا دست قدرت‌های بزرگ و یا سازمان ملل متحد. اما یک چیز هنوز مانع بود برای عیسی مسیح که در آیه 50 خود عیسی مسیح به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید مرا تعمیدی است که بیابم. مرا تعمیدی است که بیابم. دوستان، این پیشگویی مسیح یا این تعمید در واقع اشاره به صلیب و مرگش است. قبل از اینکه آتش افروخته شود، بایستی او این تعمید را بیابد یا بایستی خود مسیح مصلوب گردد و با خون خود تعمید یابد و باده تلخ شهادت را بنوشد. تعمید یعنی مردن یا جدا شدن از خود. می‌فرماید در فشار هستم، یعنی بار سنگینی بر دوش دارم. باری که بر دوش خداوند و نجات دهنده ما بود از قوه تصور ما خارج است. اگرچه در شب دستگیریش ما اندکی از اضطراب او را در باغ جسمانی مشاهده می‌کنیم. او بار گناهان بشر را می‌کشید. فقط خود او و پدر سماوی می‌توانند درجه کامل رنج‌های روحی او را درک نمایند. زیرا او گناهان
همه اهل عالم را در جسم خود حمل می‌نمود تا به اتمام رسد. یعنی چه؟ تا نقشه خدا کامل گردد و آتش قدوسیت بر طالبان باریده شود و ما را خالص کند، خالص از هر گناه، هر زشتی، هر غرور و ریا، هر گناهی که در وجودمان است. همانطوری که در روز پنتیکاست بر شاگردان نازل شد، آنها را قدوس گردانید، پاک گردانید، خالص گردانید و روح خدا بر آنها نازل گردید. در آیه 51 میگوید من برای صلح نیامدم. حقیقت اینه که مسیح سرور سلامتیه. حالا مقصود این جمله را باید در چارچوب کلی این آیات درک کنیم که ببینیم مسیح چی میگه. دوستان، اگرچه عیسی مسیح مظهر صلح و آرامشه، ولی نتیجه آمدن او به دنیا صلح و سلامتی برای دنیا نبود. دقت کنید، نتیجه آمدن او به دنیا صلح و سلامتی نبود، بلکه برعکس سبب جدایی و انقسام شد. قصد عمده مسیح البته این نبود که افراد بشر را جدایی بیفکنه، ولی به خاطر وجودش، به خاطر تعلیماتش، به خاطر راه و روشش مسلماً جدایی و انقسام پیش میاد. مسیح میخواست عدالت و تقدس را به مردم عطا کند و برای اینکه عدالت و تقدس اجرا بشه، دوستان، جدایی به وجود میاد. او آمد تا عدالت خدا را آشکار کند و تقدیس الهی را به مردم بدهد. اگر او میخواست جمعی مردم را فقط متحد کنه، تنها راهی که به نظر میرسید این بود که با دروغگویان و قاتلان و بتپرستان و متظاهرین همین رودست بشه، همدست بشه و بعد ملکوت یاغیگری را بر علیه خدا تشکیل بده، مثل خیلی‌ها که این کار را میکنن. اما چون این امر کاملا برخلاف قدوسیت او بود، از این رو از این امر ابا می‌ورزد. او نیامد تا مثل بعضی از سیاستمداران وعده‌ها به گروه‌های مختلف بده و بعد آنها را متحد کنه تا به قدرت برسه. خیر، این امر برخلاف قدوسیت او بود. مسیح آمد تا ملکوت قدوسیت و محبت و اطاعت از خدا را تشکیل بدهد و همه مردم را، دقت کنید، و همه مردم را به دخول به آن دعوت نماید. ولی مسلماً چون او با زور مردم را دعوت نمی‌کنه، بعضی از مردم دعوتش رو رد میکنن، ولی بعضی اون رو میپذیرن، اجابت میکنن و داخل ملکوت آسمانی میشن. ولی اکثرا آن را رد کرده و در نتیجه در گناه باقی میمانن. از این رو عیسی مسیح آمد تا مردم را از یکدیگر جدا کند. او آمد تا عاقلاً عاشقان حق را نجات بدهد. این است مقصود نفاق و تفریق و جدایی که عیسی مسیح در اینجا میگوید. نه اینکه محبت ها را نابود کند، خیر، بلکه تا طالبان قدوسیت را از دنیای گناهکاران، از جماعت گناهکاران جدا نموده و به سوی خدا هدایت نماید. او آمد تا نیرو و قوت شیطان را در هم بشکند، موانعی که انسان را از خدا دور کرده است از بین ببرد، تا یه روزی که همه مردم آزاد بشن و یکی بشن و خدا را بپرستن. و دوستان عزیز، تا آن روز، یعنی تا روزی که همه مردم در برابر عیسی مسیح زانو بزنن و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند، انقسام و یا شمشیر، یعنی جدایی، وجود خواهد داشت. جدایی بین مقدسان و گناهکاران. با آیه 52 منظورش اینه که مثلا اگر در یک خانواده 3 نفر به عیسی مسیح ایمان بیاورن و 2 نفر ایمان نیاورن، جدایی بینشون پیش میاد. شده که پدر و مادر مسیحی بشن اما بچه‌ها مسیحی نشن. پس نفاق است. بین نور و تاریکی هیچ ربطی وجود نداره. تفرقه پیش میاد. من خیلی از هموطنان عزیزم رو میشناسم که عین این آیه در زندگیشون اتفاق افتاد. خود من هم شاهد این گفته به حقیقت مسیح هستم. من اون رو تجربه کردم. خیلی از اعضای خانواده من مسیحی نشدن و حتی وقتی من مسیحی شدم آنها ضد من شدن. از هم جدا شدیم. تفرقه پیش آمد. مسیح بین ما جدایی انداخت. چرا؟ چون وقتی ما قدوسیت مسیح رو میپذیریم، وقتی مزه بخشش الهی رو میچشیم، وقتی محبت خدا را دریافت کردیم، نمیتوانیم دیگر دل به دنیا بدهیم. نمیتونیم دیگه با دنیا باشیم و همراه گناهکاران باشیم. هر که محبت مسیح و عطایای خدا را که به وسیله او عطا میشه چشیده باشد، بدون شک در دنیا دشمنان بسیاری خواهد داشت و بین او و جهان جنگ و ستیز زیادی خواهد. زیرا هرگز بین قدوسیت و شرارت اتحاد و آرامش نخواهد. هرگز بین این دو در کنار هم پیش نمیان. به عبارت دیگه با هم کنار نمیان. و الحق آقای اسقف حسن دهقانی خوب گفته که ایمان ما در زندگی
جنگی است دائما سر به سر. ایمان ما در زندگی جنگی است دائما سر به سر. عیسی بود نیروی ما، نیکو به جنگ و کن گذر. چشمان بیفکن سوی او، در جستجوی روی او. قوت بگیر از کوی او. بله دوستان عزیز، مسیح که مظهر صلح و آرامش است آمد تا جدایی بین مقدسان و شریران به وجود آورد. به آیات آخر این فصل توجه فرمایید. میگوید عیسی مسیح رو به جماعت کرده گفت شما هنگام که ابری میبینید که از مغرب پدید آید بی تأمل میگویید باران میآید و چنین میشود، و چون دیدید که باد جنوبی میوزد میگویید گرم خواهد شد و البته هم میشود. ای ریاکاران، شما میتوانید صورت زمین و آسمان را تمیز دهید، پس چگونه این زمان را نمیشناسید و چرا از خود به انصاف حکم نمی کنید؟ پس هنگامی که با مدعی خود نزد حاکم می روی در راه سعی کن که از او برهی، مبادا تو را نزد قاضی بکشد و قاضی تو را به سرهنگ سپارد و سرهنگ تو را به زندان افکند. مبادا تو را نزد قاضی بکشد و قاضی تو را به سرهنگ سپارد و سرهنگ تو را به زندان افکند. تو را میگویم تا فلس آخر را ادا نکنی از آنجا هرگز بیرون نخواهی آمد. مقصود عیسی مسیح از این آیات اینه که ما متوجه علائم زمان آخر بشیم. یاد بگیریم که در واقع در ایام آخر داریم زندگی میکنیم. او ابتدا با بیان این جمله که وقتی فریسیان به آسمان نگاه میکنن و به وسیله جهتی که ابر میاد یا باد میوزد قادرن بگوین که وضع هوا چطوره، میتونن پیشگویی کنند، میخواهد به ما بگوید که وقتی ما هم علائمی را که خود او فرموده است ملاحظه میکنیم باید بدانیم که وقت ظهور ثانویش رسیده. پس خود را باید برای بازگشت او آماده کنیم. سرزمین بیت المقدس مغرب آن به دریای مدیترانه منتهی می شود. از این رو همیشه باران از طرف مغرب میاد و ابری که از دریا برخیزد با خود باران می آورد. و باد جنوبی که از صحرای سینا و عربستان میاد هرگز با خودش ابرهای بارانزا را نمیاره، بلکه برعکس همیشه هوای گرم و گرد و خاک را میاره. دلیل اینکه عیسی مسیح فریسیان را ریاکار میخونه اینه که ریاکاری آنها در این بود که اگرچه علائم زمانهای ظهور او رو میدونستن، همانند نشانه هوا واضح و آشکار بود، معاذا حکام و زمامداران یهودی چنین وانمود میکردن که آنها را نمیبینن. علامت زمان عبارت از آمدن یحیای تعمید دهنده بود، چون در تورات پیشگویی شده که وقتی یحیای تعمید دهنده میاد مسیح موعود میاد. معجزات مسیح علائم زمان بود. موقعیت سیاسی و شرارت و بی‌ایمانی قوم یهود علائم زمان بود. اگر آنها چشم خود را باز می‌کردند فوری می‌فهمیدند که خرابی قوم، نابودی قوم خیلی نزدیکه. فوری می‌فهمیدند که این مسیح موعوده. حالا عیسی مسیح از آنها می‌خواد که موقعیت زمان را ببینند، زیرا همه چیز گواهی می‌دادند که او مسیح موعوده. و موضوع به قدری روشن بود که اگر صادقانه وقایع را در کنار هم قرار می‌دیدند نقشه خدا را درک می‌کردند، اما برای دیدن حقیقت چشم نداشتند. برای اینکه آنها را متوجه این واقعیت کند عیسی مسیح مثلی را بیان می‌کنه و معنی و مقصودش از این مثل اینه که آنها باید توجه کنند. آنها باید چشمای خودشون رو باز کنند و حقیقت را دیده و آن را بپذیرند، نه اینکه کورکورانه هر چی از گذشته‌ها شنیدن همون رو پیروی کنن و حاضر به تغییر نباشن. در غیر این صورت باید متحمل جزای رد کردن پیام خدا نیز بشن. دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ما ایرانی‌ها همین حالت فریسیان رو داریم. خودمون با چشمان خودمون ثمرات انقلاب رو می‌بینیم. ثمرات تغییرات زندگی رو می‌بینیم. به مذهبمون نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که خیلی چیزا غلطه، ولی حاضر نیستیم بریم تحقیق کنیم که ببینیم حقیقت چیه. راستش اینه که عیسی مسیح گفت شخص را از میوهش خواهید شناخت. حقیقت را از میوهش را خواهیم شناخت، ثمراتش. شما به ثمرات اعتقاداتتون نگاه کنید، نه اینکه تعلیمات فقط، بلکه ثمرات. آیا ثمرات نیکو داره و یا بد؟ عیسی مسیح میگه درخت را از میوهش خواهید شناخت. سوال مهم اینه که آیا درختی که به آن معتقد هستی یا اساس و تعلیماتی که به آن معتقد هستی ثمراتش نیکو است؟ ثمرات عیسی مسیح آشکاره: محبت، گذشت، فروتنی، قدوسیت، پاکی.
نه صحبت از انتقام میکنه، نه صحبت از داوری دنیوی میکنه. صحبت از داوری الهی میکنه، ولی نه اینکه قاضی بگیره همه رو بکشه، بلکه صحبت از بخشش خدا میکنه. دیگران را مقایسه کنید با تعلیمات عیسی مسیح و دنبال حقیقت باشید. فراموش نکنید که در ایام آخر، در روز داوری، خدا از شما شخصا سوال خواهد کرد که ای برادر من، ای دوست من، ای فرزند من، ای پدر من، ای مادر من، شما که حقیقت را میدونید چرا از آن پیروی نکردید؟ بیایید دعا کنیم و از خداوند تمنا کنیم که چشمان ما را بگشاید تا حقیقت را بیابیم و از آن پیروی کنیم. و دوستان عزیز، اگر امروز زندگی خودتون رو به دست عیسی مسیح بسپارید، اگر امروز صادقانه به درگاه خدا بیایید و بگید خداوندا، من حیرانم، بر سر دوراهی قرار گرفتم. از یک سو مذهب ابا اجدادی مرا وامی داره که این کارها را بکنم، ولی آرامش ندارم. ولی از سوی دیگر کلام تو حقیقت را برای من بیان میکنه. خداوندا مرا یاری بده تا حقیقت را پیدا کنم. خداوندا من ایمان به تو دادم و ایمان مرا تقویت کن. مطمئن باشی خداوند حاضر دعای تو رو بشنوه و جواب بده. یادتونه مسیح چی گفت؟ مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی آید. به این امید شما را به دست خدا یکتا و یگانه منجی زنده عیسی مسیح می سپارم و امیدوارم که امروز روزی باشه که شما تصمیم بگیرید که در حقیقت عمر خود را به سر بیاورید. حقیقتی که خدا در عیسی مسیح آن را برای ما آشکار کرده است. خدای مهربان یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.